салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. қирғизистон аз Туркия дронҳои муосири анқов харидааст. дар зиндони Пермбуд дар Украина кушта шуд. фарҷоми талхи умри Муҳаммади Каримов аз харангони боло. طالبان در ورزشگاه قندهار در پیش چشم مردم دست 4 نفر را بریدند. در گذشت زن دوم پرزیدنت سابق قرقیزستان قرمانبک بقیوف، یک مخلص فوتبال از ازبکستان پسر نوزادش را مبپه نام کرده است. یک قلاب از تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان دستگیر شد و اکنون تفصیلات خبرها. قرقیزستان از ترکیه درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه انقو خریده است که آنها می توانند در بلندی بیش از 9 کیلومتر پرواز کنند. در این باره روز 7 ینور سال 2023 در فیسبوک مدیر شعبه سیاست اطلاعات دستگاه پرزیدنت قرقیزستان دایربک اورونبکوف خبر داد. او می نویسد قرقیزستان تکنیک حربی معاصر قبلا گوش نشانید مدافع ضد هوایی بایرقدار، اوقسونغور، اوقینچی و انقو خریده به کشور وارد کرد. اورونبکوف تعداد این هواپیماهای بی‌سرنشین از جنوب قرقیزستان خریده‌اش را نگفت، ولی خبر داد که برای خریداری این اسلحه معاصر از جمله پول‌های را صرف کردند که از حساب قطع پرداخت مکافات 3 ماهه به کارمندان دولتی سفربر شده بود. اورونبکوف به این دلیل از کارمندان دولتی خواست که اگر مکافات نگرفتند از رئیسان خود خفه نشوند، چون که این پول‌ها برای تقویت اقتدار مدافع مملکت روانه شدند. مقامات قرقیزستان قبلا هم خبر داده بودند که از ترکیه هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه بایرقدار، اوقسونغور و اوقینچی خریده در اختیار نیروهای مرزبانی گذاشتند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف گفته بود که این درون‌ها اساساً به ولایت با تاجیکستان هم مرز بادکند فرستاده می‌شوند. هواپیماهای بی‌سرنشین انقو که از نسل نو درون‌ها به شمار رفته، طول قناتشان 17.5 متر، درازی 8.6 متر و بلندیش 3.2 متر است. وزن این درون 1.7 تن بوده. آن میتواند تا 350 کیلو بار بگیرد و تا 30 ساعت پرواز کند. سرعت حرکت انقو 200 کیلومتر در یک ساعت بوده. آن میتواند در بلندی بیش از 9 کیلومتر پرواز کند. در جریان مناقشه خونین ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که بیش از 140 کشته و 750 زخمی به جا گذاشت، قرقیزستان به طور فعالانه از درون‌هایی که از ترکیه خریده است استفاده برد. دست کم 2 حمله پرقربانی به انشاءات ملکی، به یک مکتب و یک مسجد در جامعه افشقلچه نویه باباجان غفوروف که باعث هلاکت 18 ساکن ملکی شد، از جانب قرقیزستان با هواپیماهای بی‌سرنشین انجام شده بود. مقامات روسیه جسد باز یک مهاجر 46 ساله تاجیک را که در محبس روسیه ادای حکم میکرد ولی در جنگ ضد اوکراین کشته شد به خویشاوندانش سپردند. منابع پایگاه خبری بامداد روز 7 ینور سال 2023 خبر دادند که جنازه کریموف محمدی حیدرویچ سال تولدش 1977 زاده دهه خرنگان بالای دویه ورزوب روز 2 ینور از روسیه آوردند و همون روز در زادگاهش به خاک سپردند. به نزدیکانش گفتند که محمدی کریموف روز 28 نوامبر سال 2022 در قلمرو اوکراین کشته شد. نزدیکانش میگویند محمد کریموف با جرم قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده در یک زندان در کشور پرم ادای حکم میکرد و آنها اصلا خبر نداشتند که او را کی و چگونه از زندان به جنگ ضد اوکراین بردند. محمدی کریموف به گفته آنهایی که او را میشناختند بار اول در روسیه در اولهای سالهای 2000 وقتی هنوز یک جوان سرسبز بود با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شد. قریب همه عمرش در زندانهای روسیه گذشت. آزاد میشد ولی باز به دست میافتاد و زندانی میشد. همین طور میبرآمد و میدرآمد. یگان 23 سال نشست در عموم و باید باز قریب 10 سال دیگر ادای حکم میکرد. نقل کرد یکی از دوستان او به بام داد، اما او هم گفت از اینکه آیا به چه شرط و شرایط محمدی کریموف برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شده است خبر ندارد. بنا به خبرها به جلب محبوسان برای اشتراک در جنگ روسیه یوگنی پریگوژن، یک صاحبکار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین،
و مؤسس شرکت خصوصی حربی واگنر مشغول است. پریگوژین که او را آشپز پوتین هم نام میبرند، محبس به محبس گشته به محبوسان وعده میدهد که در پی یک مدت جنگیدن از طرف روسیه به ضد اوکراین میتوانند به عفو و آزادی از ادامه ادای حکمشان نویل شوند. چند پیش اعلام کرد که علاکه 30 نفر از محبوسانی که در جنگ اوکراین اشتراک کرده و کارنمایی نشان دادند عفو و آزاد شدند. در زندانهای روسیه بنا به آمار سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم می‌کردند. در مطبوعات درباره به صف نیروهای واگنر جلب شدن ده‌ها محبوس تاجیکستانی از زندانهای روسیه نیز خبرها نشر می‌شوند. تا امروز درباره کشته شدن دست کم 5 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین خبرها به دست رسیدند. منابع سامانه خبری 8 صبح در قندهار از مجازات 9 نفر در محضر عام خبر می‌دهد. گفته می‌شود روز 7 ژانویه سال 2023 مقامات طالبان در ورزشگاه مرکزی این ولایت دست 4 نفر را بریدند. به گفته شاهدان این نفران را طالبان در دزدی ایبدار دانسته چون این جزا را نسبت به آنها روا دیدند. همچنین در این ورزشگاه طالبان 5 متهم دیگر را با شمول زنان با اتهام روابط غیر شرعی و یا روابط پیش از ازدواج شلاق زدند. این بار اول است که طالبان در قندهار مرکز حکمرانی آنها و محل زیست رهبر این گروه دستان متهمان را در حضور عام میبرند. در همین حال منابع از ولایت بدخشان نیز میگویند طالبان 7 ژانویه سال 2023 یک دختر و یک پسر را در مرکز ولسوالی شهودی با اتهام داشتن رابطه پیش از ازدواج در پیش چشم مردم هر نفر آنها را 38 شلاق زدند. وقتهای آخر از افغانستان درباره حرکت‌های از جانب طالبان گزارش می شود که این گروه را دیگر باره در چشم جهانیان یک گروه جاهل و کاملا دور از ارزش‌های عمومی بشری نمایش می‌دهند. از جمله طالبان هفته پیش در شهر مزار شریف مجسمه اسپار را ویران کرده بودند. در این مجسمه در دوران والی بلخ بودن عطا محمد نور ساخته شده لحظه از بازکشی یک بازی پرتماشابین در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تصویر شده بود. رسانه‌های محلی به نقل از مسئولین طالبان در بلخ گزارش دادند که این مجسمه با دلایل شرعی ویران کرده شده است. طالبان از این پیش مجسمه مادر را نیز در دانشگاه کابل تخریب کرده بودند. اینچنین این گروه در کاپیسا به یک مراسم عروسی هجوم کرده داماد و 3 عضو خانواده او را با جرم برگزار کردن مراسم شیرینخوری لطکوب کرده غذای برای این توی تهیه شده را با خود بردند. این عملها بر علاوه منع تحصیل دختران و شدیداً محدود کردن امکان کار برای زنان در افغانستان از سوی طالبان است که نیز به موج انتقادها روبرو شده است. طالبان پس از غصب یکم حکومت از سال 1996 تا سال 2000 در سراسر افغانستان به طور پیوسته در جایهای سیراده مثل بازارها محبوسان مرد را به دار میکشیدند و زنها را سانسور میکردند. اما در طول 1.5 سال سپری شده با حکومت طالبان در افغانستان پیوسته محاکمه‌های صحرایی مثل دستبری و شلاق و سانسور از سوی اعضای طالبان صورت میگیرد. در جواب این عملهای طالبان جامعه جهانی و شخصان شناخته افغانستان بارها آنها را سرزنش کردند، ولی طالبان میگویند که آنها در چارچوب اسلامی عمل میکنند و کسانی که با این رفتار آنها موافق نیست با اسلام مشکلی دارند. رادیو آزادی روز 7 ژانویه سال 2023 با تکیه به چند منبع و همدیگان نازگل تولموشووا همسر دوم پرزیدنت سابق قرقیزستان قربانبک باقیف خبر دادند که تولموشووا در سن 47 در شهر مینسک پایتخت بلاروس بر اثر بیماری وفات کرده است. تفصیلات دیگر مرگ او معلوم نیست، ولی به گفته خویشاوندانش جنازه نازگل تولموشووا را علاکه برای دفن به قرقیزستان آوردند و در دهه تزرمن نویه توغوس توره در ولایت جلال آباد برای مراسم دفن آمادگی می‌بینند. به این مناسبت همچون رمز ماتم در حوله خانواده تولموشووا در کزرمن یورت گذاشتند. معلوم نیست که آیا خود قربانبک باقیف در مراسم دفن همسر دومش اشتراک میکند یا نه. باقیف که 74 سال دارد اینک 13 سال باز در بلاروس پناه میبرد و در قرقیزستان او را غایبانه به 30 سال زندان محکوم کردند و همچنان برای جنایت‌های در دوران پرزیدنتیش در سالهای 2005-2010 صادر کرده تحت جستجو قرار دارد. باقیف در چاره‌بینی‌های رسمی اساسا با همسر یکمش تاتیانا باقیفا که اصلش از شهر سمار روسیه است اشتراک میکرد.
سال 2011 یک سال بعد فرارش از قرقیزستان نازگل تالموشووا در مصاحبه با روزنامه ایت نقل کرد که از سال 1995 با قرمانبک بوقیف زندگی دارد و آنها صاحب دو فرزند هستند. سال 2016 خبر آمده بود که نازگل تالموشووا رهبر مهمانخانه اتل مینسک تعیین شده است. این مهمانخانه رسما به اداره کارگزاری پرزیدنت بلاروس تعلق دارد. قرمانبک بوقیف سال 2005 در نتیجه انقلاب لاله‌ها و سرنگون شدن پرزیدنت قبلی اسکر اکایف به قدرت رسید، ولی از سبب‌های سرنگون اوقایف درس نآموخت و ماه اپریل سال 2010 مردم در قرقیزستان دیگر باره آشوب برداشتند و این دفعه حکومت بوقیف را با این جرم‌های آلودگی به فساد، رشوه و خش و تباربازی سرنگون کردند. در جریان اعتراض‌های ضد رژیم بوقیف 90 کس کشته شد و بوقیف همراه خانواده سرشمارش از کشور فرار کرد و به بلاروس پناه برد. بوقیف و پسر کلانیش مرد در غیبشان در قرقیزستان هر کدام به 30 سال زندان محکوم شده. پسر خرده او مکسیم بوقیف و برادر جنیش بوقیف در وقتش رهبر خدمات محافظت دولتی قرقیزستان بودند. هر دو به حبس عمرباد محکوم گردیدند. یک ساکن ازبکستان آنچنان مخلص اشدی فوتبالباز تیم ملی فرانسه و باشگاه پاریس سن ژرمن کلیان مباپه بوده که پسر نوزادش را به شرف فوتبالباز محبوب خود نام گذاشته است. طبق گواهینامه تولدش که اداره زاکس نویه بخمل ولایت جیزف ازبکستان روز 16 ینور سال 2023 داده است، قواندیکوف مباپه المرادویچ 14 ینور سال 2023 به دنیا آمده است. آن که پدرش علاقه بعد 2 روز تولد مباپه برای گرفتن گواهینامه او به اداره زاکس آمده است، بیانگر آن است که پدر خوشبخت المراد قواندیکوف از قبل نام پسرش را انتخاب کرده و فرصت زیادی را برای فکر کردن روی نام او لازم نداشت. عجیب آن است که هنگام انتخاب نام پسرش المراد قواندیکوف نسب فوتبالباز فرانسوی مباپه را پذیرفته است، نه نام او را که کلیان است. این یگانه موردی نیست که در ازبکستان پدران مخلص فوتبال فرزندان خود را به شرف فوتبالبازان محبوبشان چنین نام‌های برای این کشور غیر عادی می‌گذارند. لازم به ذکر است که در اکثر موردها این پدران مخلص همچنین نام برای فرزندان خود نسب فوتبالبازان دوست داشته‌شان را که به برند تبدیل یافتند انتخاب می‌کنند، نه نام اول این بازیگران را. از جمله مارادونا سفروف که حالا 29 سال دارد، اینک چندین سال باز در باشگاه لیگ عالی فوتبال ازبکستان فوتبال بازی می‌کند. او 15 ینور سال 1994 در ولایت قشقدریا به دنیا آمده است. همچنین 9 اپریل سال 2010 در ولایت خوارزم ازبکستان قاسموف مسی مارادونا به دنیا آمده است. در وقتش بابای او پسر خود را به شرف ستاره فوتبال ارژانتین و جهان دیگو مارادونا نام گذاشته بود و مارادونا وقتی که خود پدر شد پسرش را به شرف ستاره امروزه فوتبال ارژانتین و جهان لیونل مسی نام کرد. یک مرد 30 ساله زاده تاجیکستان که برای قلابی در جستجوی فدرالی قرار داشت در حدود ولایت اورنبورگ روسیه در مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شده است. خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت اورنبورگ روز 17 ینور سال 2023 خبر دادند که مرد دستگیر شده را در تفقیق‌گاه موقتی جای کردند و در حال حاضر با تشبسکار جستجوی او مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مسئله استرداد این نفر بررسی می شود. صبح 17 ینور در گذرگاه ماشینگذار مشتکا و در مرز روسیه با قزاقستان مرد 37 ساله دستگیر شد که از ماه آگوست سال 2020 برای صادر کردن عملهای قلابی در قلمرو تاجیکستان تحت جستجوی فدرالی قرار داشته است. در حال حاضر قانونشکن را در تفقیقات جای کرده تشبسکار جستجو را از بازداشتش خبردار کردند. گفته می شود در اطلاع پلیس ولایت اورنبورگ تفصیلات دیگر از جمله نام مرد دستگیر شده نشر نشده است. محتوای پرونده او و اینکه آیا مشخصا به چه عملهای قلابی عیبدار می شود نیز گفته نشده است. در روزهای آخر این علاقه دومین حالت بازداشت زادگان تاجیکستان است که با اتهام عملهای قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شدند. یک روز قبل گزارش داده بودیم که کارمندان پلیس ولایت قزاقستان شرقی در جریان چاره‌بینی فوری جستجویی در حدود شهر اوستکامینگورسک یک شهروند 27 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند. این نفر از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان
با اتهام قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده بود. با شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 13 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 19:30 شخصان نامعلوم در حدود جماعت دیهات سهشنبه شهر ترسونزاده او را زیر لطکوب قرار داده با رای آشکارا از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ، یک عدد شناسنامه ملی و 300 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 21 ساله و محمد نام شخص ساکن همین شهر صادر نمودند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع شامنصور با عریضه مرد 41 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи Opel Astra که ارزشش 70,000 سومانی را تشکیل می‌دهد گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که سال 2021 در نزد خانه استقامتیش مرد 38 ساله ساکن نوع دنغره با رای فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи تویوتا کامری 6 را به مبلغ 35,000 دلار آمریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که بعد فروختن مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما نامبرده автомашин مذکور را فروخته از این مبلغ 19,500 دلار آمریکایی را برگردانیده، باقی مانده 15,500 دلار آمریکایی را تا حال برنگردانیده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع فردوسی با عریضه جوان 24 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 12 اکتبر سال 2022 مرد 27 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин тамғаи لکسوس را به مبلغ 80,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفت و تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.